سال 2012 برای اولین بار نماینده دقیقاً 10 سال پیش نماینده خامنه‌ای به سپاه حجت الاسلام سعیدی رسما اعلام کردش که سپاه یک ابزار نظامی برای زمینه‌سازی ظهور و از اونجا دیگه این فرقه افراطی مهدویت شکل گرفت و داستان جدی شد. دوباره امسال نماینده جدید خامنه‌ای در سپاه این رو تکرار کرد و گفتش آخرین مسئولیت سپاه فراهم کردن زمینه سازی ظهور هستش. Rick, help our listeners understand what defines a cult. اعلام کردش که سپاه یک ابزار نظامی برای زمینه‌سازی